ضمن عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیز و دیگر دوستانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. من زهرا هانی هستم، در رشته هوش مصنوعی در دانشگاه IPN مکزیکو سیتی مشغول به تحصیلم. خب سوال اول این هستش که اصلا من چجوری با این دانشگاه آشنا شدم. من در واقع بعد از کووید که همه آموزش‌ها و کنفرانس‌ها به صورت مجازی بود، با توجه به حالا علاقه‌ای که تو این رشته داشتم، سعی می‌کردم این کنفرانس‌ها که در این حوزه برگزار میشن رو تو اینترنت سرچ کنم و شرکت کنم، که این باعث شد به طور اتفاقی با یکی از اساتید خیلی خوب این دانشگاه، پروفسور سیدروف، آشنا شم. و اما سوال بعدی این هستش که زندگی روزمره من قبل از اینکه بیام مکزیک چجوری بوده و اما حالا که اومدم مکزیک به چه صورته. در واقع من در ایران رشته علوم کامپیوتر خونده بودم و ارشد رو گرفته بودم. 2 سالی بود که فارغ التحصیل شده بودم، اما تونستم یک شغلی پیدا کنم و اونجا حتی کارمند هم شدم. ولی شرایطی پیش اومد که من و همسرم برای مهاجرت تحصیلی اقدام کردیم که خدا رو شکر چون رزوممون خوب بود و بعد از چندین مصاحبه تونستیم اینجا پذیرش بگیریم. در واقع ما ماهیانه از کناسید که میشه گفت یه جورایی همون وزارت علوم خودمون تو ایران هست، ماهیانه بورسیه دریافت میکنیم، چون این دانشگاهی که ما هستیم یه دانشگاه دولتی هست. و یکی از مزیتی که این دانشگاه داره این هستش که رابطه خیلی خوب و صمیمی بین اساتید و دانشجویان وجود داره و خب مسلما باعث میشه که ما بتونیم بهتر و راحت‌تر با اساتیدمون کار کنیم. و علاوه بر این مکزیکی‌ها چه در داخل دانشگاه و چه خارج از دانشگاه برخورد خیلی خوبی با خارجی‌ها دارن. خب ماهایی که اینجا هستیم این رفتارشون یه حس خیلی خوب و بهتری بهمون میده. بعد اما زبان که در مکزیک هستش زبان اسپانیایی هست، ولی در دانشگاه زبانی که تدریس میشه زبان انگلیسیه. با تعاملاتی که ما با همکلاسیامون میتونیم داشته باشیم، میتونیم حتی تا حدودی اسپانیایی هم یاد بگیریم. اگر شما به صورت یه دانشجو بخواید اینجا اقدام کنین و حالا اکسپت بشید، میشه گفتش که شما اینجا اقامت دانشجویی میگیرید و تا زمانی که شما دارید اینجا تحصیل میکنید میتونید بورسیه دریافت کنید. و در آخرم به اون دسته از دوستانی که علاقه‌مند به مهاجرت تحصیلی هستن، مخصوصا در همه گرایش‌های کامپیوتر توصیه میکنم که حتما تا حدودی رزومه علمیشون رو قوی کنن و همچنین یه مدرک زبانی مثل آیلتس، تافل یا حتی سلنکس دریافت کنن که بتونن در یکی از مقاطع ارشد یا دکترا اینجا تحصیل کنن. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. به امید دیدار در CIC.